چیزایی که آوردنشون به استادیوم جرم محسوب میشه. هوادارا بعضی وقتا چیزای خیلی عجیب غریب با خودشون به ورزشگاه میارن و یه سری چیزا هم به سمت بازیکن‌ها پرت میکنن. اما این چیزایی که بهتون میگم دیگه آوردنشون مجاز نیست. دستمال توالت اولین چیزیه که آوردنش تو استادیوم مجاز نیست، چون خیلی از هوادارا از اون استفاده میکنن برای تأخیر انداختن توی بازی. برای همینم تا وقتی کل استادیوم تمیز نباشه بازی شروع نمیشه. البته که طرفدارا از اون یه خوشحالی باحالم ساخته بودن برای زمانی که تیمشون بازی رو میبره، اما برای همه خیلی سخته که تمیزش کنن. در جام جهانی که توی آفریقای جنوبی برگزار شده بود، هوادارا سبک جدیدی از ترامگ زدن یاد گرفته بودن که بازیکن‌ها رو خیلی عصبی می‌کرد و بهش هم وووزلا میگفتن که خیلی صدای بلندی از خودش تولید میکنه و بازیکن‌ها اجازه نمیده که صدای داور رو بشنون، که فیفا این وسیله رو بند کرد از آوردنش توی استادیوم. فیفا همچنین توپ ساحلی رو هم بند کرده. بعد از اینکه یکی از هوادارهای ساندرلند یکی از اونها رو توی محوطه تیم حریف انداخت و بازیکنان لیورپول از این روش به گل رسیدن، اونم به خاطر اینکه مسیر توپ عوض شد و گل شد و باعث اشتباه کردن گلر شد.